اگر هوس یه حلیم خوشمزه و خوش عطر و کشدار رو کردی اما وقت کافی نداری، این ویدیو برای شماست. سلام، من شهرزادم، به کانال خودتون خوش اومدید. امروز میخوام یه حلیم خوشمزه رو بهتون یاد بدم که خیلی سریع و توی نیم ساعت آماده میشه. با من همراه باش. برای تهیه این حلیم خوشمزه من از سینه مرغ استفاده کردم. اون رو به همراه یه عدد پیاز که چارقاچ کردم و دارچین و نمک و فلفل با آب کافی میذارم تا خوب بپزه. مرغ بهتره کاملا پخته و حتی له بشه. مقداری از آب مرغ باقی بمونه که به اون احتیاج داریم. من قبلا آموزش حلیم با بلغور گندم و گوشت رو دادم، میتونین اون ویدیو رو تماشا کنید. برای اینکه حلیم سریعتر آماده بشه من از جوی 2 سرپرک استفاده میکنم. به ازای هر لیوان جوی 2 سرپرک 3 لیوان آب احتیاج داریم. برای 2 لیوان 6 لیوان آب اضافه میکنم. هم میزنم و روی حرارت ملایم میذارم تا جو کاملا پخته و له بشه. مرتب باید جوی 2 سر رو هم بزنید که ته نگیره. بعد از اینکه پخته شد خودش کامل له میشه، ولی در صورت نیاز میتونید اون رو با گوشت‌کوب برقی یا میکسر کاملا له کنید. حواستون باشه که ته نگیره و در صورت نیاز اگر آب اون کم شد حتما بهش آب جوش اضافه کنید. بعد از اینکه جوی 2 سر پخته شد و تقریبا له شد، من از گوشت‌کوب برقی استفاده میکنم تا کاملا اون رو یک دست و یک نواختش کنم. خوبی جوی 2 سر اینه که بعد از پختن احتیاج نیستش که برای حلیم اون رو از صافی رد کنیم و کاملا یک دست و خوش رنگ و سفید میشه. به اندازه کافی هم لعاب داره. اون رو کنار میذارم و میرم سراغ مرغم. مرغی که پخته شده با 2 چنگال یا با دست کاملا اون رو ریشش میکنم و بعد از آب مرغی که باقی مونده روی اون میریزم. من حدوداً 3 ملعقه از آب مرغ را به سینه مرغ اضافه کردم و بعد با گوشت‌کوب مرغ را کاملا له و یک دست کردم. بهتر توی مرحله با دست این کار انجام بدین، چون اگر داخل دستگاه بریزین مرغ اون حالت کشدار رو پیدا نمیکنه. مرغ له شده رو به جوی پخته شده اضافه میکنم و در صورت نیاز بهش مقداری آب جوش اضافه میکنم و روی حرارت ملایم قرار میدم. دوست نازنینم، اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی ممنون میشم که لایک کنی و باعث افتخار منه که شما عضوی از کانال من باشین. حتما زنگوله رو هم فعال کنید. باز مدام هم میزنم تا جا بیفته و کاملا پخته و یک دست بشه. هم زدن مداوم کمک میکنه که شما به یک بافت لطیف و یک دست حلیم برسید. در آخر پخت بهش مقداری نمک و در صورت نیاز مقداری کره اضافه کنید. من کره را با مقداری دارچین ترکیب کردم، مقداری حرارت دادم و در آخر به همراه کنجد روی حلیم ریختم. شما به هم بگید توی کامنت ها که شما حلیم رو با نمک میل میکنین یا با شکر. از اینکه تا انتها همراه من بودین سپاسگزارم. لایک فراموش نشه.